سلام رفیق، بشین راحت‌تر. بذار این قسمت رو مثل یه اعتراف دوستانه شروع کنم. ببین، چیزی که الان میگم شاید اولش عجیب به نظر بیاد، ولی هرچی سنمون بالاتر میره، هرچی تجربه بیشتر میشه، یه جمله واضح‌تر و واضح‌تر توی گوش آدم تکرار میشه. تو هر جا بری خودت هم میبری. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چی ازش فرار میکنی، هر چی عقب میندازی، هر چی میخوای نبینی، نهایتاً میاد تو مسیرت میسته. انگار زندگی یه جای کمین کرده و منتظر میمونه تا تو فکر کنی فرار کردی. بعد آروم میاد، دستشو میذاره رو شونت و میگه نه عزیزم، هنوز اینو حل نکردی. خیلی آدم ها فکر میکنن اگه مهاجرت کنن، شغل رو عوض کنن، رابطه رو تموم کنن، دوستانشون رو عوض کنن، همه چیز درست میشه. ولی یه چیز کوچیک هست که هیچ وقت جا نمیمونه. تو، خودت، نقش‌هات، زخم‌هات، ترس‌هات، حسایی که هیچ وقت به زبون نیاوردی، همه همراهت میان. یه چیزی رو با صداقت بگم، ما بیشتر وقتا از آدمان ناراحت نیستیم، از خودمون ناراحتیم. ولی چون نمیدونیم از کجا شروع کنیم، میریم سراغ محیط، آدما، روزمره ها و هی عوضشون میکنیم. اما هیچ کدوم مشکل رو حل نمی کنن، چون مشکل توی این چیزا نیست، توی خودمونه. مشکل اصلی چیه؟ گاهی یه زخمی که از بچگی مونده، زخمی که گفتیم بزرگ میشیم خوب میشه، اما خوب نشد، فقط قایم شد. گاهی یه ترسه، مثلا ترس از تنها موندن، ترس از دوست داشته نشدن، ترس از نادیده گرفته شدن. گاهی حتی حس گناهی که سالهاست حملش میکنیم، ولی هیچ وقت نرفتیم بشینیم و ببینیم چی بوده، از کجا اومده. و گاهی فقط یه خستگی عمیق، یه خستگی که میگه من سالهاست با خودم مهربون نبودم. بذار یه مثال ساده بزنم. فرض کن از رابطه بد بیرون اومدی، میگی باشه این آدم مشکل داشت. فردا میری توی رابطه جدید، اسما فرق میکنن، ظاهر فرق میکنه، رفتارها فرق میکنه، ولی یه روز میبینی دوباره همون درد، همون ترس، همون الگوها برگشته. اینجاست که آدم میفهمه مشکل همیشه طرف مقابل نیست. گاهی اون زخم‌هایی که از قبل داری بهترین شرایط رو برای تکرار شدن فراهم میکنن. زندگی اینطوری کار میکنه، تا وقتی یاد نگیری تکرار میشی. چه زمانی این چرخه میشکنه؟ وقتی بشینی و بگی باشه من نمیخوام فرار کنم، میخوام بفهمم چرا عصبانی میشم، چرا زود قضاوت میکنم، چرا همیشه حس میکنم کافی نیستم، چرا نمیتونم اعتماد کنم، چرا تو لحظه‌های خوب آرامش ندارم، چرا تو لحظه‌های بد از هم میپاشم. این سوالها شجاعته، نه جوابشون. همین که بپرسی یعنی یه قدم به سوی آزادی رفتی. راستش آدمی که با خودش روبرو بشه رها میشه، چون وقتی بفهمی چرا، دیگه لازم نیست فرار کنی، دیگه لازم نیست خودتو مشغول نگه داری، دیگه لازم نیست تلاش کنی وانمود کنی خوب و قوی. هیچ کس لازم نیست بفهمه این سفر توه، سفر درون. و هر قدمی که توی این مسیر برداری تنها یه پیام داره: من ارزششو دارم که خودم رو بشناسم. وقتی با خودت صادق میشی یه آرامش عجیبی میاد سراغت. نه چون مشکلات حل شدن، نه، چون تو دیگه نمیترسی، تو دیگه از خودت نمیترسی. و حالا حقیقت زیبا: اگر امروز حس میکنی خسته ای، اگه حس میکنی گیر افتادی، اگه حس میکنی نمیدونی کدوم راه درسته، این یعنی وقتشه برگردی سمت خودت. وقتشه به اون آدمی نگاه کنی
که همیشه پشت همه چیز قایم بوده. تو لازم نیست کامل باشی، لازم نیست زندگیت مرتب باشه، لازم نیست کار خاصی انجام بدی، فقط باید صادق باشی و این صادق بودن همون چیزیه که سالها دنبالش بودی. رفیق، هر بار که از خودت فرار کنی زندگی آروم آروم یه جای جلوت میسته و میگه نه، هنوز تمام نشده. پس قبل از اینکه دنیا دستتو بگیره خودت دست خودتو بگیر، چون تو همون کسی هستی که سالها دنبالش بودی.